شنیدستم که صیاد در مرغزار برون رفت روز به عزم شکار. یک قمری را در سر شاخ دید، کمان را برآورد و زی برکشید. چو قمری نگه کرد به بالای خویش، یک باشه دید در هوا چند پیش. بگفتا به بالا پرم باشه است، به پایان صیاد تیر بشه است. به حق خدایم محمد رسول، دعای منی مشت پر کن قبول. چو قمری بگریست نزد خدای، دعایش چنان شد مستجاب. یکی از قضا مار آمد پدید، پسی پای صیاد را محکم گزید. صیاد بلرزید و ز دستش خطا رفت دیر، که در سینه باشه شد جایگیر. چو قمری پرید و برفت اندر هوا، 200 بار می کرد ذکر خدا. رضاگی خدا را ندانم که چیست، 2 تن زنده مرد و یکی مرده زیست. اگر تیغ گردون بجنبد ز جای، نبرد رگی را نخواهد خدای. اگر خداوند نمیخواست امضا نمیکرد ما گردی هم نآمده بودیم. سلامت باشید. سلامت. شنو بین